تب فرمت برای فرمت کردن مموری کارت دوربینمون هستش. شما شاید برید سر پروژه عکاسی بکنید، بگید خب حالا دیتام رو فعلا میذارم تو رم بمونه، بعدم بکاپ میگیرم. پروژه بعدی همینطور، پروژه بعدی همینطور. سر یه پروژه بالاخره رممون پر میشه دیگه. یا باید بریم انتخاب بکنیم یه سری عکس رو پاک بکنیم، یا نه کلا فرمتش بکنیم. اینجا این هشدار رو باید بهتون بدم، اگر رمتون رو با دوربین سونی فرمت بکنید به هیچ عنوان نمیتونید هیچ عکسی رو از داخلش ریکاور بکنید. هم خوبه هم بده. خوب به اون لحاظ که اگر رمتون رو میخواید به یه نفر بدید، اگر فرمتش کنید خیالتون راحته که به دیتاهای گذشته رم هیچ دسترسی نخواهد داشت. رمتون رو فرمت میکنید، میدید کسی استفاده میکنه، حالا یا اصلا فروختیدش یا بهتون برمیگردن. و بعدیش همین هستش که واقعا اگر فایلی میس بشه، از دست بره، فرمت بشه به اشتباه، دیگه دسترسی به اون فایل ها یه جورایی محاله. خلاصه که کار پردردسریه. اگر عادت دارید رمتون رو همینطوری بذارید کنار و بعد دوباره در ادامهش پر کنید، عکاسی انجام بدید.